یو گنگ، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به دومین ویدیو پیج ما. امیدوارم از این ویدیو لذت ببریم. بریم سراغ شروع ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، امروز سنسورهاد خودم که سنگوشی پلیرم میخوام براتون بذارم برای بتل. و اگه مولتی رو میخواین حتما لایک و سابسکرایب کنین که براتون ویدیو بعدی بذارم. خب حاد بتل من همونطور که میدونید این شکلی سنگوشی پلیر ساده است. من زیاد چون نمیتونم انگشتامو تکون بدم، همینجوری راحت میتونم پلی بدم. شات خوبیه، اگه بخواید میتونید ازش استفاده کنین. بعد سنسیویتی هم بچه ها برای بتل، خب اسپید اکیوریشن قطعا 300. اگه مثلا میخوایم بروکنیوم شاتگان پلیرین، اگه بچه ها این سنس براتون خیلی خوبه. سنگوشی حتما باشید. اوورال ادجاستمنت که آف، استاندارد 300، تاکتیکال سکوپ 90. ADS بچه ها بین 130 تا 170 به نظر من مناسبه. من 150 گذاشتم. بعد اسکوپ سنسیتیویتی تاکتیکالش که همون 90. اسنایپر هم بچه ها من چون که از اونجایی که بچه ها خیلی اسنایپ بر نمیدارم و البته بر میدارم ولی خب مثلا تو مولتی زیاد بر نمیدارم، تو بتل فقط برای اینکه دیرتر ایمش جابجا بشه بهتر بتونم هدشات بزنم استفاده میکنم. به نظر من بین 70 تا 90 اوکیه. من 78 گذاشتم. بعد اینجا میاین برای فیرینگ سنسیویتی هم که تقریبا فکر کنم همون مال همون بازیه، همین شکلی پلی میدم. یکی از سنسای خوب میشه گفت برای بتل کال اف دیوتی موبایل، اونایی که مثل خودم راحت دوست دارن پلی بدن و سنگشتی. یک فکر کنم یه هفته هم تمرین کنین بتونین این سنس و خوب تو دستتون بگیرین و بتونین راحت همه رو باهاش بزنین. خیلی خوشحالم از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم از کانال ما خوشتون بیاد و ما رو سابسکرایب کنید. فعلا خدافظ.